کلا اوضاع چاپ چجوریه؟ یه موضوع رو به 2 تا هوش مصنوعی مختلف بدی غالبا یه چیزی شبیه هم بهت میدن. مثلا داره میره روز همبرگره بشینه بعد بیاد خودش هم یه خلاقیت به خرج بده اینا رو میکس کنه. دیگه باید کمک کنه دیگه. من به نظرم تو بده پسرعموت انجام. سلام، من پوریام و من امیرحسینم. خوش آمدیم به پادکست 135 گرم. خب ما میخوایم توی این پادکست راجع به مسائل حوزه چاپ صحبت بکنیم. یه وقتایی راجع به خود چاپ، یه وقتایی به این که مثلا یه چاپخونه معرفی بکنیم بهتون، یا این که کجا چه گالری خوبی هست، یا موزه کجا بریم، نمایشگاه کجا بریم، چه ابزاری به کار ببریم که شما یا میخواین طراحی خوبی داشته باشین یا محصول خوبی داشته باشین، چون محصول خیلی مهمه. آره محصول که مهمه. این وسطا هنرمند و طراح برجسته هم معرفی میکنیم، البته گمنام هم معرفی میکنیم که شاید گمنام باشه ولی ما کاراشو ندیدیم، به نظرمون گمنام دیگه. آره دیگه. خب خیلی از طراح‌ها هستن که اصلا چجوری بگم کار رو درست میکنن یا به اسم یکی دیگه میدن یا اصلا اسمی به ازشون نمیتونیم بشنویم ما. چرا؟ چون آره اسم خیلی معروفه چیه؟ اسم خیلی مهمه توی کار، مخصوصا تو حوزه طراحی. اسم که وسط میاد طرف عددهای عجیب و غریب هم میگیری که البته خیلی هم حقشونه، یعنی الکی اسمشون بزرگ نشده. البته بخوام بگم این بحثا رو نگه داریم توی قسمت‌های بعدی و بریم سراغ موضوع اولین قسمت که چیه؟ البته قسمت 0 دیگه. قسمت 0 حال و اوضاع چاپ اصلا چجوریه؟ میصرفه براشون؟ نمیصرفه؟ ابزار دارن؟ تجهیزات دارن؟ فکر کنم خیلی جلو رفتی. یه خورده عقب‌تر بریم. اصلا ما میتونیم هر چاپی رو انجام بدیم. برای چه چاپی سراغ کی میری؟ الان خودتو واسه کارت ویزیت می‌خوای بزنی پیش کی میری؟ اصلا کاغذ داریم که بخوایم چاپ کنیم؟ آخه یه موضوع مهمی که همیشه صحبتشه کمبود کاغذه. یعنی راحت توی این یه دهه گذشته هر بار که یه کار چاپیه مثلا تیراژ بالا رو می‌خوایم انجام بدیم، حرف اینه که کاغذ نیست، کاغذ گرونه. ولی بعد از اون طرف هم کلی انبار هستش که کاغذ توشه. من هیچ وقت این موضوع رو متوجه نشدم. یعنی هست ولی کم هست، یا هست خیلی گرون هست. خیلی هست. واقعا این موضوع رو متوجه نشدم اینجا. ولی کاغذ خودش یه چالشه. من فکر کنم توی این 2500 سال از هخامنشیان حساب بکنیم ما مشکل کاغذ نداشتیم، ولی خب الان توی این 10 سال مخصوصا توی یه دهه گذشته خیلی به مشکل کاغذ خوردیم و نمیدونم راهکارش چی میتونه باشه. یکی از چالش‌های دیگه‌ای که توی حوزه چاپ ما داریم این دستگاه‌های قدیمیه. ما حالا به واسطه تحریمایی که به اون میشه دستگاه‌های بروز و آنچنان نمیتونیم بگیریم از کشورهایی که صاحب سبکن. حالا اسم کشور نمیریم تبلیغ نشه مثلا. آره واقعا مثلا الان دستگاه‌هایی که دارن کار میکنن باهاش دستگاه خیلی قدیمیه، یعنی فکر کنم حداقل مال 15-20 سال پیشه و اینا هم جالبیش اینه مثلا به صورت نو وارد ایران نمیشن، به صورت استوک اروپا وارد میشن فکر کنم. آره این مثلا کلا توی حوزه چاپ آفست و حالا آفست میگم احتمالاً ایراد ازم گرفته شه که آفست، حالا یا آفست ما تو دهنمون دیگه افتاده همون آفست میگیم، یا حوزه چاپ دیجیتال عموما همش استوکه. حالا بعضی از دوستان میگن که دستگاه‌های نو مثلا میارن ولی من چشم آب نمیخوره. البته باید بگم دم اون اپراتورهای گرم که با این دستگاه‌ها بعضیاشون خیلی خروجی‌های مناسبی میدن که البته خب خروجی مناسب یه عقبه هم نیاز داره دیگه. آره دیگه. ببین خوب گفتی. ببین قبل از چاپ به نظرم باید یه پله بیایم عقب‌تر راجع به طرح و طراحی صحبت کنیم. این پله رو به عقب یا رو به عقب؟ به عقب پله نمیشه، این رو به پایینه یا رو به بالا؟ من اشتباه گفتم تو هم اشتباه دادم، ببخشید میفهمم. آره ببین اصلا مهم نیست پله، یه جهشیه به عقب. اینکه شما اولش باید یه طرح خوب از یه طراح خوب داشته باشین. مثلا پسرمه
آره فتوشاپ بلد. پسرمون فتوشاپ بلد. اکثرا ما یه پسرمونی داریم که فتوشاپ بلد باشه. این خیلی جالبه. من خیلی جاها دیدم که حالا برای صرفه‌جویی توی طراحی اولین سوال این آقا مثلا فلان تراکت چقدر میشه؟ انتون. این با طراحیه نه طراحیش جداه. خب من نه خودم طرحو میارم، بعد حالا جدیدن مودم شده میرن توی گوشی طراحی میکنن. آره. بعد انتظار یه خروجی بالا ما نباید ازش داشته باشیم. حالا ما انقدر طرفدار طراحا نیستیم ولی اصول به نظرم اینه که این کارو به کاردون بسپاریم دیگه. آره واقعا. ببین طراح هم خب رفته دانشگاه درسشو خونده و باید حمایت بشه. الان چالشی که ما داریم همین چیزیه که گفتی. یه نفر میاد یه سفارشی میخواد بده، میگه که مثلا من خودم طرحو میارم. خب طرحو از کجا میخوای بیاری بزرگوار؟ کاغذتون هم آماده کردین؟ آره زیاده. یه طراح درس خونده که خدمات ارائه بده. حالا جدا از این که خب تو دانشگاه خیلی چیزی هم یادشون نمیدن. نمیشه اینجوری گفت. یه سری از اساتید داریم که واقعا همه چیشونو میذارن، خود دانشجو نمیخواد یاد بگیره دیگه. حالا دوره دانشگاه دیگه تقریبا میشه گفت همه گذروندن. ما خیلی اساتید خوبی داشتیم که خیلی نکته‌های کلیدی میگفتن، ولی خب بعضی از چیزایی که میگن حقیقت توی بازار آزاد یا توی یه دونه چاپخونه کاربرد نداره. ما یه استادی داشتیم که تشکرم میکنم ازشون، خیلی هم زحمت کشیدن، خیلی هم چیزا به ما یاد دادن، ولی خب یه نکته داشت. مثلا داخل کلاسا به ما میگفتن که حتما مثلا اگه فلان جای کاغذ شما خطچین بذارین چاپخونه براتون پرپراژ میزنه، ولی نذارین دیگه اصلا حرفتون رو گوش نمیده، باهاتون حرفم نمیزنه، قهر میکنه. که ما خب توی کار آزاد خیلی دیدیم که اون خطچین رو گذاشتیم، بعد مثلا چاپخونه دار گفته که این خطا جزء کاره چاپش کنم یا اینکه چیه. آره واقعا. خب اصول ببین البته اینم بگم اساتید ما تو دانشگاه از اصول و پایه میخوان شروع کنن. خب کاری ندارن شما میخوای وارد بازار کار شی یا یه هنرمند شی، اینا اصولشو بهت میگن دیگه. ولی خب خداییش هم یه سری از اساتید هستن خودشون هیچ چیزی برای ارائه ندارن، ولی یه سری از اساتید هم هستن که واقعا تمام وقت و زندگیشون رو میذارن برای طراحی، برای چاپ، برای چاپخونه که بتونن کار رو خروجی خوبی داشته باشن. من خودم نفهمیدم چی گفتم، تو فهمیدی چی گفتم؟ خیلی فلسفی و عمیق شد، من لذت بردم، واسه همین صحبت نمی‌کردم. پس در کل من بخوام پیشنهاد بدم، اول اینو بگم که ما تونستیم فکر کنم ثابت بکنیم که ما دانشگاه رفته‌ایم و گرافیک خونده‌ایم. البته اینکه در نهایت چی شدیم خیلی مهمه، خیلی اهمیتی نداره، خروجی اهمیتی نداره، ولی ما دانشگاه ولی ورودی دانشگاه بوده. بله. ولی در کل این که به نظرم کسی اگه بخواد بیاد توی حوزه چاپ کار انجام بده بدی نیست و اتفاقا خوبه که بره دانشگاه، یه سری اصول رو تو دانشگاه یاد بگیره و در کنارش حتما تو بازار آزاد توی یه چاپخونه کار کنه تا اصول اصلی یک چاپ رو متوجه شه. البته منظور بازار کاره دیگه، چون بازار آزاد خیلی چیز نیست، بازار کار باید بشه. آره دیگه بازار آزاد هم کاره دیگه. حالا ولش کن. البته پوریا من احساس میکنم که داریم از بحث اصلیمون دور میشیم، چون بحث ما دانشگاه و رشته طراحی و گرافیک نیست، بحث ما کلیات چاپه. البته طراحی و رشته طراحی و رشته گرافیک و اینا هم جزوش میشه ها، ولی خب کلا اوضاع چاپ چجوریه؟ ببین با این صحبتایی که میشه ما خیلی وضعیت مصیبت باری داریم از چاپ نشون میدیم. این حوزه دانشگاهی اینا هم واقعا ربط داره، حالا نه فقط توی چاپ، توی هر شغل دیگه ای. اگه ما یه دانشجویی داشته باشیم که تحصیل بکنه، وقتی میاد از دانشگاه بیرون متخصص باشه و بهش کار بدن، یعنی اصولی هم بهش یاد بدن، خب تو همه زمینه‌ها موفقیم و این چاپ هم مستثنا نیست. آره ولی ببین به نظر من خروجی دانشگاه دو بخش میشه، یا کسایی که میرن سمت کار چاپخونه‌ای و
حالا نظارت به چاپ و یا خودشون دفتر فنی میزنن یا خیلی کارهای آزادی دیگه. من یه چیزی بگم، این دفتر فنی که میگی من خیلی ساله میبینم و توی کوچه خیابون، ولی یه چیز جالبی که واسه من داره، آقا چرا اسمش دفتر فنیه؟ دفتر فنی به تأسیساتی ها هم میگن، به اونایی که کار کافی نتی و پرینت و کپی و کارت ویزیت و اینا هم انجام میدن میگن. بعد این برای نمای ساختمون و حالا کارهایی که مربوط به ساختمون، من زیاد متخصص نیستم ادامه بدم، وضعیت گفتمانم خیلی بد میشه، اونم میگن چه به همه میگن دفتر فنی. خیلی جالبه. درستش چیه تو به من بگو؟ نه من نمیدونم، منم به نظرم میاد دفتر چاپ فنیه. و تبلیغات. آخه من تو مترو هم دیدم طرف مثلا این کارتاشونو دیدی مثلا به زور یه جا میذارن که تبلیغ بشه. آره. اون زده بود که دفتر فنی مثلا فلانی، بعد دیدم که روش عکس شیرالات و اینجور چیزا، گفتم چه جالب کار مثلا اینا فنیه. ما فنی. خب به نظرم همه اینا فنی هن، ولی خب چیزی که غالب مردم به عنوان دفتر فنی میدونن کسیه که بنر میزنه براشون، تراکت میزنه، کارت ویزیت میزنه. اینا فکر میکنم چیزیه که به عنوان دفتر فنی جا افتاد. حالا ما هر چی که تو بگی یا میگیم دفتر فنی یا میگیم چاپ و تبلیغات. به نظرم چاپ و تبلیغات بهتره. چاپ و تبلیغات حوزه‌اش عوض میشه. البته من یه چیزی بگم، الان کلا داریم میریم توی بحث دیگه، تو همین اولش هم یه بار خواستی اینو بشکنی بگی برگردیم آقا حال حوزه چاپ ایران چه جوریه. آقا انقدر وخیم هم نیست. چاپ تو کشور ما با همه تورمایی که داره به نسبت جهانی خیلی قیمت خوبی داره، به صرفه است. بعد روابط ما ایرانی‌ها جوریه که ما میتونیم خیلی از نشدها رو بشونیم یا بشد کنیم. آره از این نظرها هم مزیت داره و کلا یه بخشایی یه سری از چاپخونه‌ها که حالا تو قسمت‌های بعدی هم معرفی می‌کنیم این پروسه چاپو خیلی راحت کردن، یعنی واقعا دمشون گرم، مثل ایکس و ایگرگ و الف و ب و غیره که حالا بعدن اسم مستقیم هم میاد. حالا مثلا یه موقعی از میگن که هخامنشی‌ها با مهرهای سلطنتی چاپ میکردن، الان ما گیر کاغذی. چجوری میشه؟ ما هنوز گیر کاغذی. من از قبل آماده کرده بودی درسته؟ بله ولی اینجا نوشتم. من متوجه نشدم حقیقتا. آره من خودم متوجه. خب ولی هر چی که تو بگی. خب خلاصه به صورت کلی بخوایم یه نتیجه بگیریم، حال اوضاع چاپ مملکتمون، کشور خوبمون زیاد جالب نیست. مثل چجوری بگم، ما یه زنجیریم دیگه، همه کاسبی‌ها که راه بیفته حال اوضاع چاپ هم خوب میشه. اگه بتونیم دستگاهی بروزتر بیاریم، از طراحای خوب استفاده کنیم، اپراتورهای درجه 1 داشته باشیم که داریم، البته خروجی مناسب تری هم بهمون میده. بماند که بازم خروجی های خوبی داریم. باشید تو حوزه چاپ باشید، لذت بخشه. ببین تو این بخش برنامه میخوایم یه سری ابزار کاربردی، موزه، گالری، نمایشگاه، اینا هر چیزی که به کار شما بیاد هر راه معرفی کنیم. ولی چون قسمت 0 برنامه اکید 0 داره، خیلی مهمه آخه. چون قسمت 0 برنامه است، الان من میخوام که در مورد کلومت میپرم این 0 رو که میگی من حس خلا بهم دست میده، احساس میکنم رو هوا. ببخشید واسه صحبت. خواهش میکنم. مشکلی نداره. میخوام در مورد هوش مصنوعی صحبت کنم که چه تأثیری روی بیزنس طراحی داره یا اصلا خوبه بده. نظر تو چیه راجع به هوش مصنوعی پوریه؟ من به نظرم هوش مصنوعی خیلی داره کمک میکنه برای طراحی، میتونه خیلی مفید باشه. تو دید خاصی داری بهش؟ ببین هوش مصنوعی به نظرم یک وسیله‌ایه که آدم رو گول میزنه. مثلا من امتحان کردم، شما گولت زده؟ آره میخوای یه چیزی رو طراحی کنی، یه موضوع رو به هوش مصنوعی میدی و اون بر اساس داده هایی که قبلا بهش دادن اون رو طراحی میکنه که احتمال زیاد شبیه مثلا یه کار مشابهه، یعنی هیچ خلاقیتی از خودش نداره، شاید اجرا خوب انجام بده
ولی هیچ خلاقیتی نداره. من اینجا رد کنم. به نظر من این مهمه که تو چی میخوای به هوش مصنوعی بدی، چی طراحی کنی. مثلا یه دونه تراکت میخوای بزنی یا کارت ویزیت 0 و 100 مسلما نمیتونه انجام بده، ولی به نظر من قشنگ میتونه کمک کنه که مثلا ما یه بسته‌بندی خوب داشته باشیم. فکر کن یه تصویر شاخص میتونه به ما بده. این به نظرم مهمه که ما چه پرامپتی بهش بدیم، چی ازش بخوایم. نظرتو قبول دارم، این که کلشو بخوایم بسپریم به هوش مصنوعی همون میشه که گولت میزنه. چی میخواستی تو از اون هوش مصنوعی که گولت زده؟ این فکر کنم هوش مصنوعی نقش اون پسرعموها رو داره که فتوشاپ بلده. البته این خیلی از پسرعموها زرنگ‌تره. این هوش مصنوعی میتونه، حالا پیشنهادم اینه برای خیلی از طراحی‌ها، مثلا یه تراکت فست فود میخوای بزنی، این نباشه که کل اون فضای تراکتی رو این بخواد طراحی کنه. اون طراح مهمه که بتونه مثلا یه همبرگر خاص ازش بخواد، یا یه قسمت دیگه از تراکت رو بخواد، یه سفینه بخواد که مثلا داره میره روز همبرگره بشینه، بعد بیاد خودش هم یه خلاقیت به خرج بده اینا رو میکس کنه. یعنی ما ذهن طراح رو نیاز داریم توی هوش مصنوعی. آره دیگه. ببین هوش مصنوعی اومده که کمک کنه به راحت تر طراحی کردن، بهتر طراحی کردن. اومدیم و یک کسی نه از طراحی سرش میشد نه طراحی داشت دور و برش. خب البته اینو بگم که نقش طراح خیلی مهمه ها، ولی خب هوش مصنوعی هم کار رو اندازه دیگه. یعنی تو میخوای 0 و 100 چیزی که طراحیشه رو چون کسی رو نداری بدی به هوش مصنوعی؟ آره دیگه، باید کمک کنه دیگه. من به نظرم تو بده پسرعموت انجام بده. این همون حالت آقا. حالا پسرعموها ناراحت نشن، من از همینجا از همه پسرعموها عذرخواهی میکنم. من خودم هم یه پسرعموام که دارم اینو میگم، ولی در کل من نظر شخصیم اینه که هوش مصنوعی رو باید ترکیب کنیم با ذهن خلاق یک طراح. آقا اول آخر امیر جان شما باید پیش یه طراح بری. آقا طراح خلاقیت داره دیگه، درس خونده، زحمت کشیده. بله درس خونده، زحمت کشیده و ما هم منکر این قضیه نمیشیم. ولی کلن ما که میگم یعنی مردم عادی دوست داریم که یه چیزی باشه که هم راحت باشه هم تو دسترس باشه، بتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم. ببین الان هم طراحا خیلی از این هوش مصنوعی استفاده میکنن، هم مردم عادی، و به نظرم جفتش هم جای خودش خوبه. ولی من بازم میگم اگه میخوای یه پروسه‌ای رو به چاپ برسونی بهتره که 0 و 100 رو به هوش مصنوعی نسپاری، چون خیلی غیر واقعی میشه. بعد اصلا نمیتونه اون جزئیات دقیقی که مثلا منوی کافه میخوایم بزنیم مثلا میتونه بفهمه قیمت رو عوض کنه. حالا ما فارسی هم که مشکل داریم داخلش. نمیشه. حالا تو قسمت‌های بعدی راجع به تک تک هوش مصنوعی‌ها از کدومشون چه کاری بکشید که گولتون نزنن این امیر بیشتر صحبت میکنیم. چند جا هم بهتون معرفی میکنیم بتونید کاراتون رو راحت‌تر انجام بدید. طراح‌های خوش‌ذوق معرفی میکنیم که یه وقت خاصی طراحی انجام بدید به اونا بسپرین، یا اصلا یه سری چاپخونه‌ها هستن که خودشون طراح هم دارن دیگه، هزینه‌شون هم تقریبا خوبه، خیلی هم که نمیگیرن اصلا اونا. خیلی دیگه خوبه واسه من خوبه. هستیم با هم دیگه هستیم، حالا با هم بازم صحبت میکنیم. حکایت نامه. به دیده عبرت نگر. مردی روزی به چاپخانه در آمد با جامعه غبارآلود و دفتری در دست. گفت طرحی داشتم نقص، به پسر عمویی سپردمش که از هنر جز فتوشاپ نامی نشنیده بود. چاپگر بخندید و گفت هر که کار به ناکارده سپارد نه کتاب آرد که کاغذ باطله. خب پوریا این بخش پایانی بود دیگه. آره دیگه یه تمامش کنیم. ولی این پسرعمو چی میگه اینجا؟ چقدر پسرعمو زیاد شده. آره ببین این پسرعمو مثل اینکه یه نقش تاریخی داشته.
این خب یه داستان من درآوردی که نیستش که عقبه داره این تقریبا. آره نه حالا فیک شده که قدیم فیک شده دیگه. این تقریبا برای فکر کنم 1500 سال پیش. من به صورت جزئی از توی کتاب درآوردم، حالا اسمش هم بعدا میذارم ببینید. داره منبعش پس موثقه. حالا کاری به منبعش نداریم ولی خب داستان داره به ما اینو میگه. ببین در گذشته‌های دور هم اشخاص مثلا پسر عموهایی داشتن که به چاپخونه میرفتن، اینا مثلا طرح‌ها رو خراب میکردن دیگه. پسر عمو همون هوش مصنوعی تو همه کار باش بکنه. آره. حالا اون موقع هوش مصنوعی نبوده ولی پسر عمو فکر کنم بوده. از بعد آدم و حوا دیگه همه پسر عمو رو داشتن. باشه ولش کن، اصلا پسر عمو رو دیگه کاری نداریم. این بخش پایانی ما بود و روز و روزگار خوش. خب پس با این شرایط دیگه من با خداحافظی کنم. شب و روزگارتون خوش، موفق باشید.